بعد از سرقت‌های ترقوزآباد و دارقوزآباد و درقوزآباد و هر چی اسمش هست، یه اندیشکده صهیونیستی یک گزارشی منتشر کرد. خیلی عجیب بود این گزارش. گزارشش این بود که چجوری سیستم‌های امنیتی در ایران دچار ضعف شده. بعد تحلیل کرد. گفت اولویت دادن به ظاهر و اولویت‌های ایدئولوژیک. شما نماز جمعه میری یا نمیری؟ کار نداشتن که طرف تخصصش چجوریه. یه وقتی زمان جنگ آمدن به حضرت امام گفتن فلان فرمانده توپخانه، میگن میخوام این اخراجش کنیم. امام فرمانده کل قوا بود دیگه، تو اوج جنگ. در ارتش این فلان فرمانده توپخانه گفتن این، میگن مشروبات الکلی. امام گفتن کسی دیده؟ گفتن نه. گفتن ساعت مثلا 8 صبح باید بیاد سر کار، میاد؟ گفتن بله. گفتن ساعت 4 بعد از ظهر باید بره، میره؟ گفتن بله. گفتن کارش انجام میده؟ گفتن بله. امام فرمود بقیه‌اش چیکار داری؟ اومدیم اینقدر انگولک کردیم، اینقدر ور رفت. نماز جمعه میری یا نه؟ خطبه دیروز چی بود؟ کفن میت چند قطعه است؟ نماز جعفر طیار چند رکعته؟ اینقدر انگولک کردیم، اونی که قرار بود کار بکنه رفت کنار. آمدیم به جای مسائل اساسی و کلان خودمون مشغول حاشیه ها کردیم و یه عده رند قالتاق عوضی هم رگ خواب ما رو بلد بودن، میفهمیدن، سرمون رو گرم کردیم.